جوانان بودن یک شب درباره عروسش خواب میکنه، به یاد پیغمبر میفته، به یاد پیغمبر میفته که پیغمبر در میدان احد میگه یا رسول الله کجاست؟ پیغمبر در میدان احد میگه همین حنظله ابن عابر چی؟ یک شبک در پهلوی عروسش خواب کردگیه، یک شب در پهلوی عروسش خواب کردگیه. سحر میخیزه میگن که میدان احد جنگ شروع شده است، به خاطر حب پیغمبر نمیتونه درباره عروسش بیسته، درباره عروسش بیسته. زنش میگه بره زنها را بیار از مدینه شاهد بگذارن، من جنوبم نمیتونم که غسل کنم. قطعی زنش خیر و خوش میکنه. زنش میگه در کجا میبینیم حنظله؟ میگه من در روز قیامت مرا میبینی، در روز قیامت مرا میبینی، دیگه مرا در دنیا نمیبینی. زنش گفت بله، همین شب خواب دیدم که آسمان کشاده شد، تو به آسمان رفتی. و شهیدها میبینن آرزو میخورن که کاش که در مقامی همونها باشیم. صحابه سوال کرد یا رسول الله آنها کیایند که ما آنها را دوست بداریم؟ هر قومی را که انسان دوست بدارد در روز قیامت قطعی همون محشور می شود. المرء من احب، انسان کسی را دوست بدارد. در این محفلی که ما و شما نشستیم، این محفل نور است و این محفلی است که الله ذوالجلال به این محفل افتخار میکنه و یفتح له ابواب السما، درهای آسمان الله ذوالجلال میکشاید، ملائک را میخیزاند تماشا کنید این بندگانی را که در اینجا در این حلقه جمع شدگیند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن صحابه گرامی قدر پرسید یا رسول الله کیایند که آنها را ما دوست بداریم؟ هم گفت قوم تحب لله، اینا یک قومی هستند که به خاطر خدا دوستی داشتن در دنیا. اینها کسانی بودند که در دنیا نه به خاطر ما، نه به خاطر منصب، نه به خاطر عزب دنیا، اینا به خاطر خدا دوستی داشتن. برادران عزیز، این محفلی که انسان‌هایی که به خاطر خدا میشوند، آنها دیگر زندگی هم به خاطر خدا باشه لذت دارد. حیات هم به زندگی الله یعنی لذت نداره. حیاتی که لذت داره که اون حالتی هست که با ایمان باشه. همین زندگی که امروز شروع میشه، دو جوانی که با هم جمع میشوند، اگر اینا در مابینشون ایمان نباشه زندگی نیست. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میگه خدا. کسانی که از قانون من، از فرمان من رو میگردانند زندگی بدبختانه دارند. تمام دنیا را دارند، اگر ببینیم تمام شهامت دنیا و منصبها را دارند، دیگه عزت ندارند در مابینشون. عزت در از آنی که العزت لله و للرسول و للمؤمنین. برای همین برادران عزیز، در این محفلی که ما و شما حضور داریم، البته اینجا قاری برادرمون سعدالله اینجا حضور دارن، محفل این برادر است و این برادر عزیزمانه که امروز به روز ازدواجشان که گفتن حاضر داملا هذه سنن و ربانیون خیر للبشریه فمن تمسک بها سلم و فازگو و من اعرض عنها هلک و خسره. بزرگان گفتن این سنت ربانی است، از جانب الله ذوالجلال مطرح شدگیه. هر کسی به این چنگ بزند یعنی چی؟ سالم و سربلند میماند. باز همین نگاه میکنیم یک جوان به خانه همون عروس میبرن، با قانون این نکاح که میبرنش به سری بلند میبرنش. اگر به غیر نکاح بره اوجا به سری بلند نمیرود. اگر ما نگاه میکنیم یک جوانی را ما میبریم چی؟ به نکاح میبریمش به سری بلند میرود. اینجا این حکما گفته ایستادن که این کسی که به همین نکاح چنگ زد سربلنده، در دنیا سربلنده. کسانی که از نکاح رو گرداندن هلاک شدن. امروز میبینیم جوانایی که در خودمان میبینیم چی قدر بدبخت شدن. یک آدم من وقتا قطعش هم صحبت شدم، یک جوان گو که دمی یک آدم گو در همی یک رستوران گو همی یک عرق گو در رو یک آدم همی تا پرتاب گو او گریخت امرش همی یک مجزد یک آدم در جاش مردن. با من گفتم یکان فرزند داشت
گوی کجا داشت داملو دیسکمان بداخی. جوانای ما میبینیم امروز دیسکمان شدن. دخترای ما میگن 4 تا کودک حرامی من نوزن بالله میگه من چی کردم، یعنی حملش سقوطش کردم غلطاندمش. میگه اینا از کجا آمدن؟ از کجا آمدن؟ از بی‌ایمانی آمد. ایمان ضعیف شد. امروز ما میبینیم جوانان ما در کدام حالتن. جوانان صدر اسلام پیش رو بیارن، جوانان بودن یک شب در بری عروسش خواب میکنه، به یاد پیغمبر میافته، به یاد پیغمبر میافته که پیغمبر در میدان احد میگه یا رسول الله کجاست؟ پیغمبر در میدان احد میگه همین حنظله ابن عامر چی؟ یک شبک در پهلوی عروسش خواب کردگیه، یک شب در پهلوی عروسش خواب کردگیه. سحر میخیزه میگن که میدان احد جنگ شروع شده است، به خاطر حب پیغمبر نمیتونه در بری عروسش بسته، در بری عروسش بسته. زنش میگه بره زنها را بیار از مدینه شاهد بگذارن، من جنوبم نمیتونم که غسل کنم. قطعی زنش خیر و خوش میکنه. زنش میگه در کجا میبینیم حنظله؟ میگه من در روز قیامت مرا میبینی، در روز قیامت مرا میبینی، دیگه مرا در دنیا نمیبینی. زنش گفت بله همیشه خواب بود دیدم که آسمان کشاده شد تو به آسمان رفتی. گفت بله. گفت ببینید جوان زن نگرفته بود، زن گرفته بود. یک شبک در پهلوی عروسش، جوان یک شبه اسلام در پهلوی عروسش خواب میکنه. ولیکن وقتا که میره در میدان احد، وقتا شهید میشه، خبر میرسه صحابه میگه که جنوب بود. پیغمبر خدا میگه من دیدم که ملائکه های آسمان ایره غسلش دارند ایستادن. ابو سعید میگه من پایانی پایهاش رفتم آب میچکید، آب میچکید، یعنی غسلش میداراندن ملائکه ها. این جوانه بود که یک شب در پهلوی عروسش ایستادگی بود. جوانای زمان پیغمبره به جوانای ما امروز قیاس کنیم، برای چی؟ زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمان سعادت بود، زمانی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همراه مردم، یعنی مردم تربیه میکرد. امروز مردم از تربیت دور شدن، از اسلام دور شدن. سببشون چیه؟ بدبختیه. و من اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا میگه خدا. اینا زندگی بدبختانه میکنن. اگر ببینیم قانون چیه؟ الله های دیگه همه قانونایی که هستن قانونی بشریتن. قانونی الله های. هر کسی به این قانون چنگ زد، به این قانون زندگی کرد، سعادت ابدی را یافت. هر کسی از این قانون رو گردان بدبخت می شود در دنیا و در آخرت. برای همین وقتا که ما میبینیم درباره ازدواج گم میزنیم، واقعا اگر ازدواج ما بیان کنیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم و ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. خدا میگه یعنی نکاح کنید شما چی؟ به زنان و به شوهران شما را نکاح کنین. یعنی چی نکاح کنین؟ یعنی غلامان و کنیزانتون که شایسته نکاحن آنها را هم خدا میگه نکاح کنین. و این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله میگه خدا. اگر کم بغل باشین خدا هم به سبب نکاح شما را بای میگردانه. و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم و این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله. خدا میگه اگر کم بغل باشین به سبب نکاح شما را چی؟ الله عزوجل بایتون میگردانه.